من یه آیس کارامل ماکیاتو. جناب برای منم یه آیس موکا لطفا. ممنون. منم همون چیزی که آقا فرشاد خواستن. بچه تا غذا میاد من میام سرویس رو برمیگردم. میخوای بیام راهنماییت کنم؟ نه لازم نیست. فرشاد جون یه چیزی بگم. بفرمایید. اگه به دور و برت بیشتر دقت میکردی آدمای بهتری هم بودن. برای؟ رابطه دیگه. ولی از نظر من رخشان هم بهترینه. هم خیلی هم دختر خوبیه. نمیگم رخشان خوب نیست، ولی خب آدم که تو خونش تلویزیون داره سینما نمیره. منظور؟ گیرنده میگیره مطلبو. ببین من کاملا این حرفتو نشنیده میگیرم. چیزی هم به رخشان نمیگم چون دوستشی. نمیخوام رابطتون به هم بخوره. ولی لطفاً دیگه نمیخوام حتی شما رو کنار رخشان ببینم. من اومدم. خب سیسی شیری یا روبا؟ نه سیسی واقعا این پسر دوستت داره، متعهده. من که بهت گفتم فرشاد خیلی پسر خوبیه، اصلا آدم حولی نیست. آره سیسی حق با توه، یه مرد کامله، بهترین گزینه است واسه ازدواج. ایشالله با هم خوشبخشین. میدونستم حولی نیستی، مرد وفادار من، ولی کاش میتونستی با همون بیای خرید. قربونت برم عشقم، خودت میدونی که هیچی به اندازه خرید کردن با تو برام لذت بخش نیست. ولی حیف باید برم باشگاه، وگرنه میومدم با. باشه قربونت برم، تو برو باشگاه، ما هم اول میریم خرید، فردا هم باید بریم آرایشگاه، ولی آخر هفته با همیم ما. چشم. مرسی از دعوتتون آقا فرشاد، خیلی خوش گذشت. بریم سیسی؟ بریم. خدافظ. خدافظ. سلام عشقم، چطوری زهرا جون؟ سلام بیبی، چرا هرچی زنگ میزنم جواب نمیدی؟ دستشویی بودم قربونت برم. من نیم ساعت دیگه میرسم نیم ساعت دیگه میرسی؟ باشه منم دارم میام اونجا. بعدش ببین امشب با همین قرار بریم خونه و مارمولکی که روپایی میزنه رو نشونت بدم. ششه ای تو دوست دارم. خدافظ. یس. فعلا امشبم جور شد. پرنده قشنگم کی میایی